السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله تبارک و تعالی بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوبش. و از الله تبارک و تعالی در اول سخن درخواست کردیم مخلصانه که همه ما و شما فرزندان ما و شما پدران ما و شما در راه راست در راه مستقیم نگهدار باشد، از همه کار کردار و گفتار و حرکت‌هایی که ما و شما را از الله دور می‌کنند پناه برد. امروز می‌خواستم درباره یکی از آن انسان‌هایی که از راه خدا دور بود، نافرمانی الله و رسول می‌کرد، سر انجام نابود شد. یعنی هر کس اگر که از الله و رسول دور شود، نافرمانبرداری الله و رسول بکنند، یعنی رای نفس خواهشات خود بگیرد، سر انجام انسان هلاک میشود، انسان به مقصد مرامش نمیرسد، انسان به خوشبختی نمیرسد. یگانه انسان که به هدف و مقصد مرامش میرسد، این اطاعت از الله و رسول است. نافرمانبرداری از الله و رسول انسان هلاک میشود. یعنی معصیت، گناه، این اخیرش ویروس انسان هلاک میکنه، انسان همش میشکنه. الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه قصص درباره قارون و انسان بدبخت صحبت میکند و اینکه مردم چقدر دو قسمت شدند و دو گروه تقسیم شدند. و الله تبارک و تعالی سرگذشت قارون بیان میکنه در کتاب مبارکش تا ما و شما امت اسلامی تا تمام مردم عبرت بگیرن، همین نصیحت بگیرن. اونجا که الله سبحانه و تعالی فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. حتی قارون از قوم موسی بود. یعنی امروز که ما نام قارون رو میبریم و میخونیم، این همچون یعنی قارون نامش در تاریخ و قلم و دوشکه سیاه نیستگیه. فرمود خداوند که قارون از قوم موسی علیه السلام بود، از بنی اسرائیل بود. تفسیر ابن کثیر فرمود بچه پسر عموی موسی علیه السلام بود، بیگانه نبود. بعضیا میگن کمی خیلی تفاوت بودتر بود. فبغى علیهم، پس این قارون بدبخت بر قومش، بر قوم موسی علیه السلام، یعنی بغاوت کرد، سرکشی کرد، ظلم ستم کرد. به سبب چی؟ به سبب دارویش، به سبب ثروتش، به سبب پول و مال و چیزش، به سبب بایگریش تکبر ورزید، خودش را بسیار بلند حس کرد، دیگران را پس نگاه میکرد، بر مردم، بر قومش ظلم ستم میکرد، ستمگار بود، ظالم بود، بدبخت بود. تا حتی با موسی علیه السلام رقابت میکرد، حرکت میکنن که
یعنی دستور بود از موسی علیه السلام و موسی پیروی قوم شد، نه که حرکت میکرد این خبر وقت بود. و سبب چی؟ و سبب داراییش پول و چیزش ثروتش. تا اونجا بعضی میگن که همیشه رفتار میگه با موسی علیه السلام تا حد زمان میخیلی بود که دختر یک زن یا بود داده بود که تهمت کنه موسی علیه السلام. یعنی این داراییش ثروتش اینقدر برداشته بود انسان که قارون که کور کار شده بود، نمیدید حق نمیشنید، متکبر ظالم بود. نصیحتش میگه نصیحت قبول نمیکرد. روز موسی علیه السلام دعوت میکرد زن بخیز که چرا برای من با من کوری بلد کرد، یعنی حرکت میکرد رقابت میکرد با موسی علیه السلام. میخواد بدبخت قارون. الله تبارک و تعالی میفرماید که و آتیناه من الکنوز و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولی القوة و آتیناه من الکنوز، یعنی که الله تبارک و تعالی میفرماید ما برای قارون یعنی کنزه ها دادیم، گنجینه دادیم، یعنی ثروت بایگری دادیم تا اون قدر آن اندازه که ما این مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. ما این مفاتحه، یه مفاتحه به معنی کلیدی، به معنی بعضی به معنی کلید میگن، اما بعضی میگن به معنی چیه؟ خیلی خزینه است، بایگریش، داراییش. یعنی الله تبارک و تعالی میفرماید ما برای اون دارایی دادیم که داراییش یک لتنوء بالعصبة اولی القوة، یک گروهی بسیار بزرگ قوی کلون هیکل بزرگ میبودنش. یک گروهی 15-20 نفره بایگریش بزرگ میبودن. طلا و نقره و جواهرات اون زمان. یعنی الله تبارک بسیار مال و ثروت زیادش داده. یعنی هر کی که باشه ثروتمند، اینا الله تبارک و تعالی مال برای اون ثروت میدهد. یعنی الله تبارک و تعالی انسانو میسنجه، بعضیش به مال، دارایی، بایگری، بعضیش به چی؟ به کمالگری، نداری. هر کس هر چی داره این از جانب الله سبحانه و تعالی است. در ادامه ما میفهمیم ان شاء الله تفسیر. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. از بس که وای ظالم بود، ستم میکرد، متکبر بود، مست مغرور بود، مردم با آدمیزاد حساب نمیکرد. قومش از طرف موسی علیه السلام نصیحت بکن دو وقت بین. إذ قال له قومه لا تفرح. قومش گفتن که ای قارون، یعنی مست مغرور نشد. اینجا تفرح به معنای مثلا خرسندی نیوم، مست مغروری تکبری است. در روی زمین الله فخر فروشی و تکبری نبرزن. ان الله لا يحب الفرحين. حقا که الله سبحانه و تعالی متکبر و مغرور را دوست نمی‌دارد. انسان متکبر خدا دوست نمی‌دارد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة.
نصیحتش میکردن که مفهوم آیت همین است که یعنی به سبب اون چیزی که الله سبحانه و تعالی تو را داده است، یعنی ثروت، بایگری، دارایی، سرای آخرت طلب کن، بهشت طلب کن، رضای خداوند طلب کن، در راه خدا خرجش کن. و احسن کما احسن الله الیک، و نیکی کن و خوبی کن همون خیلی که الله سبحانه و تعالی به تو خوبی کرد، به تو نیکی کرد. این همه نعمت الله است از جانب خدا به تو. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، طلب که به سبب اون چیزی که الله سبحانه تعالی برای تو داده است، دار الاخرت، قیامت، بهشت. ولا تنس نصیبك من الدنیا، اما بهره و نصیب دنیا را فراموش مکن. یعنی انسان که زنده هست نیازمند به مخارج دارد، مخرج زنده بکن، اما تکبر و زیادروی و اسراف و دغدغه دبدبه نکن در زندگی. الله سبحانه و تعالی انسان‌های متواضع دوست می‌دارد. و احسن کما احسن الله الیک، و خوبی کن و احسان کن، یعنی نسبت مردم، نسبت بندگان خدا، همون خیلی که الله سبحانه و تعالی نسبت تو خوبی کن، احسان کن، ترا بایگری دار، ثروت دار، زندگی که آسان کن، در ناز و نعمت زندگی میکنی. این همه اشیاء است از جانب الله. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، در روی زمین فساد نکن، تباهی نکن. ظلم و ستم، سرکشی نکن. إن الله لا يحب المفسدين، الله سبحانه و تعالی انسانایی که مفسد هستند، تباهکار هستند، گناهکار هستند، دست به معصیت، به ظلم، به ستم، به سرکشی میزنند، دوست نمی‌دارند. الله سبحانه و تعالی صراحتاً بیان میکنه که تو بندگانش بدونن که پروردگارشون کدام بندگانش دوست می‌دارد و کدام بندگانش دوست نمی‌دارد. در این آیات در آخرشون یکی متکبران دوست نمی‌دارن، یکی مفسدین، فساد کنندگان رو، تباه کنندگان رو. اینجا برادران عزیز، مقصد و هدف فقط قانون نیست. اینجا مقصد و هدف اسلوب و رموز زندگی است. اینجا یعنی قانون از راه بی‌راه شد، از راه روز راه کج را گم کرد شد، دست به معصیت زد، دست به گناه زد، به ظلم زد، تکبر ورزید، دیگران پست حقیر ظلم نکرد به مردم. فکر میکرد فقط من است، تمام. یعنی هر کس اگر به همین راه برود خطرناک است، اخیر هلاک بشود، نابود بشود. این روش اسلوب زندگی کدام انسان را میشکنند، ریشه کندش میکنند. ادامه دادن نصیحت برای قرون فرمودن که مثلا جایگاه اختر فراموش نکرد، در راه الله سبحانه و تعالی خرج کرد، انفاق کرد، نیازمندان را، مسکین فقیر را یاردن و کمک نصرت کرد. حمد احترام مردم هم بکن. گفت که قال انما اوتیته على علم عندی، خیلی سیرسون، خیلی بودم نشونیش داشت، همچون گوه که خیلیش کرد، غصبش میاد گم بینم. شما چی میگی منم فقط من شما نه، شما انسانی، من فقط انسان.
فرمود در جواب که قال انما اوتیت علی علم عندی. این بایگری میبینی، این ثروت میبینی، این عجب میخدم است. من خدم با علم خدم، با کسب خدم، با هنر خدم، با دست آوردنم، با شایستگی من خدم فقط خدم کار کردم. صنعتگری خدم میکنم، تجارت بیزنس خدم میکنم، با خدم کار کردم. اما الله سبحانه وتعالى فرمود که و آتیناه من الکنوز، ما تو دیمونا الله تو دی پایگانی کرد. الله میته ثروت، الله میته کاملی، الله میته سلامتی، الله میته مالیزی، الله میته عزت، الله میته خوری، الله بنا میکنه، الله خور میکنه، الله های پوچه حقیقی. الله سبحانه وتعالى انسان میسنجه با پایگانی با کاملی. هم کاملیش از جمله میخواست، هم پایگاریش از جمله میخواست. نه با کسبت، نه با هنرت، نه با دانستن تجارت. الله میتونه میسنجه. اگر با علم میشید، با هنر میشید، همه هنرمندا پای با دولت میشید. چقدر با هنر هستن، دکترا میخونن، 10-20 سال میخونن، اما نون خوردن ندارن. اما یک کس اصلا هیچ نمیدونن، خیلی بای به دولت هست. بعضی اصلا در دنیا میان حوالی میشن، در شاتاشون میلیون دلار هست. ایز میمونن، گبزن نمیتونن، راه گفتن نمیتونن، پدر مادر نمیشناسن، هیچ نمیدونن، تیجار نه شده. اما حرکت به دنیا اومد، در شاتش در هست حرکت میلیون دلار. شش دلار پیش میمونیم. دیگر جو میخوام سفر جاوز کنم. بارک الله فیکم. زودتر بارک الله فیکم. الله سبحانه وتعالى فرمود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلم أن الله قد هلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعلم آیا این نمیدونند، این قانون نمیدونند و امثال قانون ها. ألم يعلم آیا نمیدونند قانون که ان الله قد هلك من قبل من القرون، حقا که الله سبحانه و تعالی پیش از این قانون در قرن گذشته ها کسانی که بایتر از قارون بودن و قویتر از قارون بودن خودشان هلاک شد. بایتر از قارون بود و قوتر زودتر از قارون بود، اما خودشان را هلاک کرد. چون که راه بی‌راه رفتن، از راه راست راه کج رفتن، منحرف شدن، گمراه شدن، از الله و رسول دوری گرفتن، تکبر ورزیدن. و لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. مجرم‌ها گناهکاران از گناهشون پرسیده نمی‌شود. یعنی در روز قیامت همه چیز عیان نیاز به بیان نیستند. این هم تهدید اگه همه انسان جوابگر است در روز قیامت از گناهش پرسیده می‌شود. در ادامه الله سبحانه و تعالی فرمود که فخرج على قومه في زینته. دیگر قارون از بس که دارایی داشت در کیف صفا بود که نمیدونست چیکار کنه. روز جشن گرفت، مردم فریاد کرد، خود نمایشی کرد چقدر بایگلی دونه. مردم تعریف میکنن، فقط گپ علمه میزنن، من کی، من
منمانی خیلی خطر است. بعد الله سبحانه و تعالی سبحانه من نمیگم، ما میگم. باز همین وقت خودم چی فرمود خداوند؟ و آتیناه ما او رو دادیم. من ندادم. حالی برای ما و شماست. منمانی نکنیم. ما انسان ها رو فرزند آدم رو منمانی نمیزیم. اصلا ما از آبی معنی اخیرچه پس افلاس و برمیگم سوی خوب مثل زمین باید خسرو برباشه. نردبان این جهان ما و منیست. نردبان یعنی زینه پای این جهان ما و منیست. من نردبان این جهان ما و منیست. عاقبت این نردبان شکستنیست. لاجرم آن کسی بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. الله سبحانه و تعالی بیان می‌کند حالت قارون و مردم. فخرج على قومه فی زینته. از خارج قارون بر مردمش برآمد، یعنی از قصری که داشت مغرورانه با تمام زیب زینتش، فی زینتی اون زمان زیب زینت هر چی داشت با تمام دغدغه‌اش برآمد. مردم ببینن فخر کرده، تکبر کرده. جواهراتی که داشت، انگشتای اما خودش میدونن قیمت بها، سنگای قیمت خدا خود از دوری تمام جاش یل میکردن، روشن بودن، از دوری معلوم بود قیمت بها چلا بود. دیگرش تمام زیور اولی داشت، شدگی اسب فلانش همون زمان میکنش زیور اولی داشت. زیب زینت دنیا نه. زیب زینت ما چی است؟ زمان ما حرکت کردن، بهترین سیاره خریدن نه و دست آوردن و همسایه هم نداشته باشه. و پس کسانی که در اونجا زندگی میکنن و یا ده منطقه خیلی ماشین نداشته، فقط من باشه، فقط من صحبت از من برام. اینا زیب زینت هستن. یا که با زیبترین، بلندترین، خشوعترین خانه را نه در چهار قصر ساختن. بسیار پول به دست آوردن، بسیار فخر. وقتی برآمد با تمام زیور اولدوش، زیب زینتش، اونجا مردم دو تقسیم شدن بودن. کسانی که ساده انسان ها بودن، کم عقل بودن، وقتی دیدن هش و سر را این چیه دیگر؟ خدا فرمود قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، گفتن کسانی که میخواستن زیب زینت حیات دنیا رو میخواستن. هدف فقط زیب زینت بود، دارای بایگری، متاع زندگی فانی از بین رونده دنیا بودن. همونها چی گفتن؟ یا لیت کاشکی، یا لیت لنا کاش برای ما همیشه مثل اوتی قارون، اون چیزی که به قارون گذاشته. انه لذو حظ عظیم، واقعا باید صاحب بهره بسیار عظیم بزرگی است. مش اثر رفت. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. دوم دسته وقتش نبیدن که بودن وقال الذين اوتوا العلم، کسانی صاحب علم بودن، علم داشتن، سواد داشتن، میدونستن این زیب زینت دنیا بدن نمیخواد.
تا حد نابود میکنه، هلاک میکنه، از بین میبرد، میخورد. مثل درنده شیر پرنگ میخورد. الا ماشاءالله. مگر اگر همون دارایی در راه خدا خلق شود، به خاطر رزق خدا، به خاطر قیمت به دست آوردن، و الا که اکثر مول مردم دارایی بوده چیز و یا از آدم‌داری دور کردن. و قال الذين اوتوا العلم ويلكم، کسانی که علم داشتن مسلمان بودن گفتن ویلکم، برو در خانش شما چی میکنید؟ چی میکنید شما؟ چی تمنا میکنید؟ چه آرزو میکنید؟ این آرزوی پوستم بمعنی هم ثواب الله خیر من آمن و عمل. ثواب الله، رضایت خداوند، عمل صالح خیر از بهتر است. من آمن، برای کسی که ایمان آورد عمل صالح و عمل صالح انجام داد، یعنی عمل صالح بهتر است، کار خوب آدمگری خوبتر بهتر است از دارایی قارون و امثال قارون. زیر زینت دیگه خیلی زد گذراست. یعنی دنیا رو میخواستن برای دنیا رو دیدن زیر زینت دنیا دیدن همون شراف و ما یلقاها الا الصابرون، یعنی رضایی خداوند و بهشت در نمیاد حاصل نمیکنه مگر کسانی که صابر بودن، صبر داشتن. یعنی در مقابل دنیا، در مقابل زینت دنیا صبر میکردن، کبرگان در صبر میکردن، شکایت نمیکردن که بای و طرف صبر میکردن، معصیت نمیکردن، اعمال صالح انجام میدادن، خود نگاه میکردن، نفس نگاه میکردن، دنبال دنیا نمیرفتن. عزیز مشابه اعلام کردیم که با التماس میکنه حرکت کنید رامناتی مثلا وقتی میای ماشین تو برای خوب حرکت کنید، همین خدمت وقتی سرزنده رامناتی یعنی دنیا خیلی خطرناک است. پیغمبر الله صلی الله علیه و آله که قال رسول صلی الله علیه و آله حب دنیا رأس کل خطیئه، دوست داشتن دنیا رأس کل خطیئه است. یعنی سر و کله تمام گناه و خطاها هستند. دنیا خیلی خطرناک دارد. در دیگر حدیث پیغمبر رسول الله درباره دنیا که اکثر ما دنبال دنیا هستیم. دنیا با مقصد اینه که انسان به سبب دنیا، کاروبار دنیا، فعالیتش یا که تجارش یا که معامله که داره یا که ترکش تاکسیش وقتی نماز میشود تاکسی را انتخاب بکنه نماز قضا میکنه، یا که ترک نماز قضا میکنه، یا که کارخانه نماز قضا میکنه، شرکت نماز قضا میکنه، کارخانه دولتی نماز قضا میکنه، یک دو معامله داره قضا میکنه به خاطر همون معاملهش نماز داره، یا که به خاطر کل چیز دنیا زکات نمیده، حج نمیرد، سختی میکنه، پول جمع میکنه. همین دنیا دیگه. اول مهمترین مقصد چیزش مقصد اول دنیا. در حالی که انسان باید اول مهمترین مقصد نماز شما بندگان خدا رضایت و عبادت و ذکر رضا خداوند باشه. اما ریز انجام خداوند است. پیامبر خدا فرمود صلی الله علیه و آله که قال رسول صلی الله علیه و يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور. عجيب منكسر للمصدق، يعني احوال عجيبه منكسر که تصدیق میکنن قیامت دار الخلود، دار ابدی همیشه قیامت تصدیق میکنن، اما تمام حرکاتش دنبال دنیا است، دنبال و دست آوردن دار الغرور، دنیای دهنده است. تصدیق میکنه دنبال دنیا میره. نه اینطور از الله و رسول، فقط دنیا.
عبدالله بن مسعود رضی الله عنه در همین موضوع می‌فرماید که گوش کنید الدنیا دار دنیا دار و خانه و منزل اون کس است که دار و خانه و منزل ندارد. الدنیا دار لمن دار له و مال من لا مال له. و دنیا مال و ثروت اون کس است که مال و ثروتی ندارد. ولها یجمع من لا عقل له. و اون کسی که فقط دنیا مال دنیا از الله و رسول دور، از عبادت دور، از بندگی دور، فقط جمع شد جمع لا عقل له. عقل نداره انسان. این سخنی که بود ابن مسعود رضی الله عنه یکی از صحابه بزرگ همین خیلی که از روزها حضرت علی رضی الله عنه درباره دنیا پرسیدن یا ابوالحسن صف لنا دنیا. اومدن در گروه گفتن ای پدر حسنی علی رضی الله عنه صف لنا دنیا برای ما بس این صفت میفهمید دنیا چیه؟ چون که همه ما همه جمع شدیم همه انسان نیازمند داریم به این موضوع که خشنو تعلیم بگیریم که دنیای همه آدم دنیا زندگی میکنیم دنیا دوزا همه ما این یعنی که ارتباط با ما دارد چه فرق دارد مردی زنی صحتی مریضی مایدای کرونی عادی یا که کارگر فرق نداره همه ما در اینجا دنیا زندگی میکنیم باید هوشیار باشیم باید دنیا احوال شد دنیا چی؟ حضرت علی رضی الله عنه فرمود در جواب که قال اوفید المقسم یعنی میخوای که من و تفسیر شما بگم که دنیا چی بگی تو کلام بفهم قالوا بل امسی گفتن تو کلام بفهم دنیا چی قال فرمود حضرت علی رضی الله عنه که حلالها حساب و حرامها النار. حلالش حساب و حساب داره اما حرامش النار حرامش جهنم فوتو على دنیا بفهم. قيل لبعض الحكماء بعض از حکما دانشمندان و بزرگان فرمودند که یعنی احوال دنیا چیه؟ ای شیء اشبه بالدنیا پرسیدم مثلا دنیا با چی مانندی دارد؟ قبل قفسه قبل خراب شیرین قصیبه بیزیبه چی چی مانندی دارد؟ فرمود که احلام النائم مثل خواب انسان خواب مثل خیالات است. دیگر همین خیلی فرمود بس گفت که مثل خواب است. یک انسانی که خواب ببینه دنیا خواب میبینه که در خوابش بعضی چیزا بسیار دوست می‌داره مثل زینت دنیا زیبا بعضی چیزا بعد میبینه عبادت همه نفس اماره سرکش نمیخواد عبادت بکنه الله است نزد الله با جای حقیقی سرخم کنه نه زکات میده دل تنگی سختی میکنه عبادت دیگه وقتی کار داری وقتی نماز میشود دیگه نفس خراب میشود مثلا مثل اون شخص خواب ببینه که در خواب بعضی چیزا دوست میداره بعضی چیزا بد میکنه تمام میخینه که واقعا همه حیاتش همه حیات دنیا همه مثل همین خواب خیلی که بعضی چیزا دوست داشت بعضی چیزا بد حیاتش تمام شد دنیا همین حدیثی که میگم بعد ادامه بدیم ان شاء الله درباره دنیا. عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم زمان که پیامبر اسلام و پیامبری مبعوث شد یعنی با دنیا اومد
شد. عدد ابلیس جنوده، ابلیس دشمن ما شما، دشمن شدید ما شما، گروهش قومش گروهش که در خدمت شیطان بودن و ابلیس بودن، پریشون شدن، اومدن همان جمع شدن پیش ابلیس بودن که چطور قیمت دارن محمد رسول الله و دنیا اومدن چطور میکنه کار رو تمام میشون غمگین شدن اومدن پیش ابلیس. فقال قد بعث نبي وأخرجت أمته. گفتن پیغمبر مبعوث به دنیا اومد و امت هم شد، پیدا شد امت محمد رسول الله. قال شیطان در جواب برای لشکریانش گفت که قال يحبون الدنيا. گفت ابلیس برای لشکریانش که آیا دنیا رو دوست می‌دارن؟ میگه از کجا سر کرد؟ مشکلی ریشه شد. حقیقتش میگه دنیا رو دوست می‌دارن؟ قالوا نعم. لشکریان برای دنیا رو دوست می‌دارن. دنیا که دوست می‌دارن. دنیا شریف، آزاد، خوشمزه دارن. قال لئن كانوا يحبونها ما أبالي ألا يعبدوا الأوثان. ابلیس این خیلی باشه دنیا رو دوست دارم، من پروا نمیکنم که باید دو پرست نمیشوم. محمد صلی الله علیه و پروا نمیکنم. و انا اقدر علیهم و اروح بثلاث. من شب میرم در روزی تا شب من گمراه میکنم. گرفتار سه چیز رو میکنم. اخذ المال من غیر حقه. اخذ المال من غیر حقه. بعد از آوردن مال و غیر حق، یعنی از رای حرام حقی مردم فند و فریب بشنی کی امروزه ببین مردم موز در چی کار مشغول هستند، چقدر شیگویت فرام بردن در صف اول خون نماز و خطیم فرام ایده رو کمسان فریب کرد کارم فرام شیطان گفت کیش سه چیز اخذ المال من غیر حقه، بعد از آوردن مال و غیر حقش، و انفاقه فی غیر حقه. دوم چیزی که انفاق میکنن پول در راه غیر حق، نه در مسجد بنا کردن در راه خدا، نه در کمک کردن مسکین فقیر بی‌وزن یتیم فلان نیازمند، بلکه در راه گناه و معصیت، در راه نعوذ بالله دنیا، در راه زنا، در راه فحشا، کازینوش. چقدر اموناش نماز هم میخونن، کازینو میرن، چقدر پول مصرف میکنن. مصرف پول در راه گناه و معصیت خرج میکنن. فهم چه فریب شده که در راه معصیت خرج میکنن. و امساکی عن حقی، و فهمش میکنن که حقی مولا ناتیان امساک نان جمع کنن، نه که زکات ناتیان، حج نروان، کمک نصرف نکن دیگر. و شر کلو لهذا تابع، و بعدی و شر همه چیز در همین سه چیز هست. ادامه میدیم. الله سبحانه و تعالی فرمود که فخسفنا به و بداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فخسفنا به وبداره الأرض. وقتی که از خود رفت ظلم ستمش بسیار شد، قارون الله سبحانه و تعالی فرمود فخسفنا به وبداره الأرض. زمین دستور دادیم زمین قارون نه فقط خود با قصر و دانرویش زیر فرود بود،
یعنی زمین در بلرزه رفید در اومده و حرکت کارون هم دغدغه‌اش و تمام بایگریش و کسرش زیر زمینش کرد، هلاک شد، نابود شد، بار از بین رفت. بگویی که کارون زندگی داشت. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. یگان قوم، یگان گروهی نبود که بغیر الله باید نصرت کنه، کمک کنه. از غضب خدا، از قهر خدا باید نجات بده. یگان کس نبود. نه پولش، نه چیزش، نه بایگریش، نه کسرش، نه آشناهاش. یگان کس، یگان گروه. وما كان من المنتصرين. خجل نمیتونستی انتقام بگیرم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون. مفهوم رأينا بعد از منظره دیدن این منظره وحشتناک، دردناک، ترسناک، وحشت، اون کسانی که تمنا میکردن که مثل قارون دارایی داشته باشند وحشت زده شدند، ترسیدند، شوق شدند، گفتند که وای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. وقت گوشت استدلال شد و یه وقت دیدم پشیمون شدم، بسیار سخت پشیمون شدم، گفتم که وای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. یعنی الله سبحانه و تعالی هر کس بخواد رزق میده، رزق زیاد میده، مول میده، بایگری میده، ثروت دارایی میده و هر کس بخواد زندگی رو تنگ میکنه. یعنی این بسبب زرنگی و دونگی و هوشیار بودن و شست کردن انسان نیست. الله هر رزق میده. لولا امن الله علینا لخسف بنا. گفتم اگر الله سبحانه و تعالی سر ما لطف و کرم نمیکرد، مهربان نمیکرد و سببی که ما تمنا کردیم خدا ما رو حلال نکرد، نابود نکرد، مثل قارون. لیکن خدا رحم کرد. ولذا خدا ارحم الراحمین است برادران. تا دم مرگ در توبه باز از کسی که گناه کرده برمیگرده به الله سبحانه و تعالی. هم الله سبحانه و تعالی قبولش میکنه، هم گناهاش هم میبخشه، بلکه گناهاش تبدیل به حسنات و ثواب میکنه. خدا ارحم الراحمین. وكأنه لا يفلح الكافرون. وإحقاقي كافر يعني نجات پیدا نمیکنه و سعادت نمیرسه و خوشبختی نمیرسه. اینجا میگه وای که الان بعضی میگن آدما که وای، یعنی که مقصد چیه؟ وای ای وای بر شما بتونه بفهمید حالی برای ما و شما هستن. بعضی تفسیر کردن میگه یعنی الله سبحانه و تعالی ظلم ستم دوست نمیداره، گناه معصیت دوست نمیداره، غرور رفتن دوست نمیداره، تکبر ورزیدن دوست نمیداره. الله سبحانه و تعالی بندگانش دوست داره که متواضع هستند، ایمان و اعمال صالح انجام بدن، دنیا و تمام زیبایی‌هاش زدگذرا هستند، خیلی زود میگذرند، از دست میروند. این دو روزی که از ما و شما رفت، کدوم یک ما و شما بتونه که دیروز برمیگردونه؟ تمام الله اکبر هست. ابدالابد شما حال کسانی که در اون دیروز حرکت زیاد کردن به خاطر ذخیره و ذخیره آخرت خشم. در آخرت الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم همه ما و شما و خزانه ما و شما رو موفق کنه، سعادت مندی دنیا و آخرت نصیب ما و شما کنه. الحمدلله.